سرخط خبرها. از مقامات تاجیک خواستند پرونده علوتشویف را عادلانه تحقیق کنند. تشکیل آشتی در مرز با قرغیزستان. مصادره اتریاد از خط سیر دوشنبه کراسنودار و بالا رفتن قرب روبل روسی. سلام بیننده های عزیز و برنامه نوید وامدادی خوش آمدید. امروز 8 فوریه است. دیدبان حقوق بشر روز 7 فوریه در بیانیه از مقامات تاجیک خواسته است که دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان را فوراً برقرار کنند و پرونده امرالدین علوتشویف یک فعال مهاجران در روسیه را عادلانه تحقیق کنند. دسترسی به اینترنت در بدخشان پس از آغاز اعتراض ساکنان در روز 25 نوامبر قطع شد. امرالدین علوتشویف اول ماه ینور در روسیه ناپدید شد و بعدا مقامات تاجیک تصدیق کردند که بازداشت شده است. دیدبان حقوق بشر از مقامات تاجیک خواستند که مکان بازداشت او را افشا کنند و دسترسی به ادوکات را برایش فراهم کنند. بستن ارتباط در ولایت مختار کوهستان بدخشان نه تنها حقوق آزادی بیان را پایمال می کند، بلکه زندگی را برای تمام مردم دشوار و حتی خطرناک می کند، گفته شده است در این اظهارات. امرالدین علوتشویف را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان ولایت بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. زادگان بدخشان در رابطه با حادثه های اخیر ماه نوامبر در نزد سفارت اعتراض کردند. اعتراض در خاروق و خارج کشور زمانی آغاز شد که روز 25 نوامبر گلبدین زیوبکov ساکن ناحیه روشقلعه در نتیجه عملیات مقامات انتظامی کشته شد. خبرگزاری روسی تاس با تکیه به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر می‌دهد که سال گذشته برای فعالیت کاری به مهاجران 2,221,826 پتنت فروختند. از این شمار 95% یا بیش از 2 میلیون پتنت را مهاجران از ازبکستان و تاجیکستان گرفتند که دو کشور اساسی مهاجر فریستی آسیای مرکزی نام برده می شود. بر اساس آمار وزارت سال گذشته شهروندان ازبکستان در روسیه 1,316,569 پتنت گرفتند. در جای دوم شهروندان تاجیکستان که سال گذشته 787,000 پتنت گرفتند. این بیش از 35% از جمع پتنت های داده شده در یک سال اخیر بوده است. نرخ پتنت وابسته به ولایت های روسیه فرق می کند. پتنت از همه ارزان 2237 روبل در یک ماه و از همه قیمت 10,063 روبل گفته می شود. سال 2022 اکثر منطقه های روسیه نرخ پتنت را برای همه مهاجران باز هم بالاتر بردند. پس از یک هفته مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، چند از نمایندگان دهه‌های مرزی با نیت تشکیل آش دوستی دیدار کردند. هرچند در این باره نمایندگان مقامات دو کشور رسما خبر ندادند، ولی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرغیزستان با نشر چندین عکس و نوار گفتند که این ملاقات در روحیه دوستانه دایر شد. ولی ساکنان و فعالان دهه‌های مرزی تاجیکستان با تاثیر آن در نگهداری آرامی و ثبات در منطقه مرزی اعتماد زیاد ندارند. در این باره همکارم فرزان محمدی معلومات بیشتر دارد. روز پنجشنبه هفته گذشته در چهارراه‌های نزدیکی راه 275 متری جنجال برانگیز و بحثی که دهه‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را می‌پیوندد بین نمایندگان مردم تاجیک و قرغیز صحبت دوستانه صورت گرفته است. این همان راه است که شام 27 ینور در پی راهبندی‌ها مناقشه مسلحانه شد و خسارات مالی و جانی در پی داشت. بنا به گفته ساکنان دهه‌های نزدیک مرزی اسفره و اشتراکچیان این واقعه دعوت از جانب کلانسالان قرغیزتبار به میان آمده است. همچنین در میانجیگری این ملاقات کارمندان پلیس منطقه‌ای دو کشور نیز سهم داشتند. اسرار شاکر و وکیل دهه خارجه علا با همراهی 3 تن از نمایندگان مردمی این محل در آن شرکت کردند. و در صحبت با رادیو آزادی گفت از جانب قرغیزستان بیش از 20 نفر کلانسالان و ماموران پلیس منطقه‌ای و از جانب تاجیکستان هم حدود 20 نفر کارمندان شعبه کارهای داخلی و نمایندگان اهالی اشتراک داشتند. این صحبت و واخوری کمی بیشتر از نیم ساعت طول کشیده و از جانب تاجیک‌تباران پیشنهاد شده است که اگر خواهان رونق دوستی بین دو دهه مرزی باشند باید دیگران هم به آن جلب کرده شوند.
Kırgızlar Oqsoy ne, aynı Oqtatır ne, aynı Samarkandak ne. Fakat dönne kışlık monde zindagi mikune ki o peşarvanday mobud. O da zeminoşunam Kırgız keregi, pasportoşunam Kırgız keregi ama bayni monde zindagi mikune da 12 kat havay o. Ve dut начальник министерства ama eski dükse sorkuru olmad. Fakat şu представить katken reisi mahalle o. این هم خیلی اکتیو محله گفته. در چند عکس و نوار ویدیویی که ساکنان در اختیار رادیو آزادی گذاشتن دیده میشد که پیران دهه خواجه علا با جامه و طاقه خاص محل و همسایه‌ها در سر کلاه قرقیزی با همدیگر با روحیه خوش صحبت دارند. یکی از پیران در این دیدار دست به دعا برداشته میگوید از جنگ و جنجال بیهوده خدا همه را نگه دارد و همین طور همه آمین میکنند. خبرگزاری قرقیزی ترموش هم از این ملاقات اطلاع داده ذکر کرده است که در آن پیران دهه‌های کوکتاش، آقسای، تاشتومشوق و سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بادپنگ، المزبک شغمرزایف، سرداران شعبه کارهای داخلی دوی اسفند و جماعت واروخ، انور رحمانزاده و سبحان میرعلیزاده اشتراک کردند. ترموش می‌نویسد این واخوری با مقصد تحکیم مناسبت‌های دوستانه بین اهالی، تأمین امنیت و نگاه داشتن وضع معتدل در منطقه مرزی برپا شد. پیران ابراز عقیده کردند که اجدادان آنها در این سرزمین زندگی کرده از یک سرچشمه آب نوشیده در وحدت و همبستگی زندگی می‌کردند. برای این نسل نیز باید چنین باشد. با گفته اسرار شاکرов وکیل دهه خواجه علا از این پیشتر هم بسیار آشتی گفته دیدار می‌کرد اما نتیجه نداد زیرا گپ همدیگری را آنها نمیگیرند. به همین خاطر ما گفتیم که همه وقت خواهان دوستی هستیم و باید شما این مسئله را همراه همه ساکنان مرزی این اطراف در میان گذارید. جانب‌ها قول دادند که جوانان را تربیت نموده مناسبت‌های همسایه‌داری را بهتر می‌کنند. اداره گمرکی کراسنایارسک روزی 7 فوریه خبر داده است که از جانب کارمندان از باغچه مسافری که از شهر دوشنبه به کراسنایارسک آمده بود 139 قوطی عطر پیدا کردند. بنا به اطلاع سخنگوی گمرک کراسنایارسک شهروند 20 ساله تاجیکستان برای گذشتن از نظارت گمرکی از راهروی سبز استفاده برد و با این اعلام کرد که او با خود مال‌هایی که باید اعلامیه گمرکی شوند ندارد. منبع خبر می‌دهد که هنگام تفتیش گمرکی در فرودگاه از باغچه او 139 قوطی عطر استحصال ترکیه و امارات متحده عرب یافت شده است. کارمندان گمرک این همه عطریات را مصادره کرده به ضد جوان تاجیک بر اساس کدکس حقوق و ویرانکنی‌های مأموری روسیه پرونده مأموری گشودند. با وی بر اساس این بند قانون برای در گمرک نشان ندادن مال‌های با خود آورده‌اش همچون جزا جریمه به اندازه 2 برابر مال‌های از او گرفته شده و یا به مصادره این مال‌ها تهدید می‌کند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخوزاده همراه می‌بینیم. 8 فوریه سال 2013 در دوشنبه سازشنامه میان رهبران خدمات مهاجرت تاجیکستان و روسیه امضا شد که مهلت ثبت نام مهاجران تاجیک در این کشور را تا 15 روزی کاری دراز کرد. پیش از این 7 روزی کاری لازم بود که شهروند تاجیکستان بود و باش خود را به حیث کارگر خارجی در روسیه پررقانونی کند. ولی با وجود تغییرات در مقررات شکایت‌ها از نادیده گرفته شدن این طلبات از جانب خادمان تمجوی پلیس در روسیه کم نیست. بعد از 12 سال فعالیت با موفقیت در میدان مطبوعات تاجیک، نشریه مستقل آزادگان از نشر ماند. 8 فوریه سال 2019 وزارت فرهنگ این را نتیجه مشکلی مالی نشریه نامید، ولی برای نادیده گرفتن ارزش‌های مثل آزادی سخن مورد انتقاد قرار گرفت. ظفر صوفی مؤسس نشریه تاجیکی که با خبرهای سریع و جسارت سیاسیش معروف شده بود، سبب اصلی را در برخورد دشمنانه مقامات به این نشریه آشکارگو می‌داند. 8 فوریه سال 2012 در پی بیماری طولانی آوازخوان خوشصدای ترانه‌های زمانوی و کلاسیکی اولین بابویف یا اسکندری درگذشت. پسری آوازخوان معروف اسکندر بابویف صدای قوی و فورم داشت و در 52 سال عمرش که اساساً در پنجکند گذشته است، به قول هممسلکانش بیشتر آهنگ‌های خواند که دلش می‌خواست. موسیقی شناسان میگویند آهنگ‌های زلفی پریشان یا سرخبار سرزم را کسی دیگر مثل او خوانده نتوانست. آرزو داشت 6 مقام و ترانه‌های کلاسیکی را با همصدایی ارکستر سیمفونی اجرا کند.
بنابر تعیین بانک ملی تاجیکستان ارزش روبل روسی در بازار ارز کشور بالا رفته، حالا 1000 روبل 149 سومانی و 50 درم شده است. از اور روسی دوام یک روز در برابر پول تاجیکی 1.5 سومانی بالا رفته است. قرب دلار باشد به تغییر است و برای 100 دلار 1130 سومان مقرر شده است. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. سپاس که ما را همراهی کردید. خدا نگهبانتان.